د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوې هوکړې په اړه د بحث لپاره سره د سکایپ له لارې په ژوندۍ بڼه د نړیوالو چارو کارپوه عیسی اسحقزی صاحب راسره دی. اسحقزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. څه فکر کوئ د کابل او اسلام آباد ترمنځ شوې هوکړه به بیا د پاکستان له لوري نقض نشي؟ سلام به شما خانم بهرام و بینندگان تلویزیون جهانی یک. علیکم سلام. خوب اگر ما از لحاظ تاریخی مسئله را مطالعه کنیم، خب پاکستان پیوسته در طی تقریبا بیشتر از 46 سال در برنامه های خود امو اعتماد سیاسی خود و همسایگی خود دست داده، یعنی پیوسته تعهدات را ارائه کردن و باز هم بر افغانستان اپوزیسیون ساختن، برنامه های تخریش کننده حتی به سندات افغانستان در طول مدت زمان تقریبا 46 سال تا به امروزه. امیدوار هستم که دولت پاکستان یا حکومت پاکستان از تجارب گذشته تاریخی افغانستان و پاکستان بیاموزن و با صداقت تلاش کنن که دو همسایه مسلمان باید به تمامیت ارضی و استقلال مملکت هر دو کشور باید احترام گذاشته شود. یعنی پیوسته جانب افغانستان هیچ حکومت های برنامه های خود یا اپوزیسیون در برابر پاکستان نساخته تا به امروز هم، ولی اتهامات متعدد علیه افغانستان صورت گرفته. حتی در شرایط جنگ سرد کاملا لانه های برنامه هایی که از القاعده گرفته تا ساختارهای افراطی متعدد در خاک پاکستان بوده تا به امروز هم این برنامه ادامه داره. بسیار مهم است که حکومت پاکستان اجتناب کنه دیگه از برنامه های به حساب افراطی ها را بسازن و تروریست ها را تربیت کنن. این بلای جان خودشان امروز شده و تعهدات خود باید کاملا یعنی که وفادار باشن. اینا تقریبا از لحاظ سیاسی اکثر کشورها در دیپلماسی های پاکستان اعتماد ندارن، اینا اعتماد خود کاملا از دست دادن. من به یقین هستم که اینا تلاش کنن که هم بالای مردم خود با صداقت و با به حساب عدالت زندگی کنن و حکومت ها باید از احترام بگذارن هم مردم خود، هم صوبه سردهای خود و هم برای افغانستان احترام بگذارن به منافع ملی افغانستان، به آزادی، به استقلال افغانستان، به تمامیت ارضی افغانستان. حال خود تعهد سپردن که ما هر دو کشور باید به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارن، ولی افغانستان هیچ بار به تمامیت ارضی پاکستان تجاوز نکرده و هیچ وقت بوی کدام گروهی را نساختن که تهدید کنه تمامیت ارضی و استقلال پاکستان. من به یقین هستم که باید از اینا بیاموزن. اولا خب کودتاهای متعدد که آمده پاکستان به یک بحران و بی‌اعتمادی پیش مردم پاکستان و بالاخره پیش منطقه و جهان یک بی‌اعتمادی گسترده به وجود آمد. این کودتاهایی که رهبرای خود اعدام کردن، رهبرای خود بندی کردن، صدراعظمای خود بندی کردن، اعدام کردن و بعدم این گروه های متعددی که از خاک پاکستان به آدرس افغانستان ارسال شده، همش تهدیدهایی است که از جانب پاکستان به وجود میاد. اگر اینا قرار باشن که واقعا با مؤالفه های ملی، منافع ملی پاکستان و احترام به تمامیت ارضی و استقلال افغانستان برنامه خود صادقانه پیش ببرن، ما دو همسایه هستیم. یعنی احترام بگذاریم به حسن همجواری خود، دو کشور مسلمان، احترام بگذاریم به منافع ملی هر دو کشور و احترام بگذاریم به قوانین بین‌المللي. اسحقزی صاحب د دې اوربند له لاسلیک وروسته د دواړو لوریو اړیکې څنګه بدلیدلی شي؟ خوب من به یقین هستم که مشکلات ما بسیار طولانی است. یعنی نمیتونه آدم زود اعتماد کنه که این برنامه ها شکننده نیست. این ارتباط مستقیم به حکومت پاکستان داره که اینا بازی های به حساب دوگانگی خود هم با مردم خود و هم با افغانستان کاملا او را حذف کنن با یک صداقت به حساب به منافع ملی خود پاکستان و بگذارن که تمامیت ارضی و استقلال پاکستان وقتی خدشه دار میشه که اینا به تمامیت ارضی و استقلال کشور دیگه مداخله میکنن و اپوزیسیون برشان تربیه میکنن. بنابراین تردیدهای بسیار گسترده پیش مردم افغانستان، پیش سیاسیون افغانستان در 48 سال وجود داره که پاکستان قابل اعتماد نیست، رهبریش و یا حکومتش. بنابراین من به یقین هستم که اینا رای میتونن تمامیت ارضی و استقلال خود تامین کنن و منافع ملی خود، صداقت با مردم خود و صداقت با مردم افغانستان و حکومت های افغانستان است.
استغزه صاحب ډېره مننه. آیا دا اوربند کولی شي د ډیورنډ فرضي کرښه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي؟ خب هر مسئله جنگ راه حل هیچ مسئله نیست، چی ملی چی منطقوی چی جهانی. هر مسائلی که مشکلاتی که پیدا میشه از طریق مذاکره میتونیم ما حلش کنیم، از طریق تفاهم حلش کنیم، یعنی متقابلا مفید باشه، هم بر منافع ملی پاکستان و افغانستان و هم با قوانین بین المللی جور بیاید. ما میتونیم که مذاکره کنیم. شما ببینید کشورهای متعددی در دنیا وجود دارن. امیال شما سوئیس ببینید، کشور بی‌طرف است وجود دارد، گردش ابرقدرت ها است. آلبانیا را ببینید، سنگاپور را ببینید، چهار طرفش ابرقدرت ها گرفتن. ولی باید دیپلماسی مدبرانه و احترام به قوانین بین المللی و احترام به آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان خود با راحت و آرامش زندگی میکنن. یا بسیار مهم است که با می مؤلفه ها یعنی احترام بگذارن اول به مردم خود، به تمامیت ارضی و استقلال افغانستان و دیگه برنامه هایشان دوگانه نباشه، فقط صادقانه اگر برخورد صورت بگیره ما میتونیم هر منازعه و هر جنجال از طریق مذاکره و تفاهم بر بنیاد منافع ملی افغانستان و پاکستان و بر بنیاد قوانین بین المللی و اعلام جهانی حقوق بشر حل کنیم. ډېره زیاته مننه استغزه صاحب. راوشو وروستۍ پوښتنې ته د دې هوکړې اغېز به د دواړو هیوادونو پر امنیتي وضعیت باندې څه شوي؟ خب مسئله امنیتی پاکستان بسیار شکننده است. از چهار طرفش نه تنها صوبه سرحد و به حساب نه تنها همو سرحد پشتونخوا و بالاخره حتی در پنجاب مجموعاً خودشان طالب ادریسیان گفت که در جنگ اول هند و پاکستان ما یک تلفات نظامی نداده بودیم. این ناشی از عدم برنامه های عدالت در مورد صوبه سرحدها در مورد مردمشان است. یعنی مردم در حقیقت همه دیگه بی‌عدالتی ها را قبول ندارن. در یک بخش ببینیم که مردم در فقر و بیچارگی زندگی میکنن، نان خشک ندارن. در بخش دیگه ببینیم که در اونجا بسیار برنامه های سیاسی و اقتصادی گسترش پیدا میکنه. اگر ما عدالت تامین کنیم در جامعه بر بنیاد منافع ملی خود و بر بنیاد قوانین بین المللی، امی جنجالایی که است ناشی از سیاست های غلط حکومت هایش است که پیوسته کودتا کردن، پیوسته رهبرای ملی خود سرکوب کردن و با خواستن که با خشونت و با حملات نظامی برنامه ها را حل کنن، چی صوبه سرحدهای پشتونخوا، چی در سرحدات دیگه است، چی مردمی که در مظاهرات و اعتراضات و یا انتخابات اشتراک میکنن، اینا با خشونت برخورد کردن. خشونت راه حل هیچ مسئله نیست. بنابراین راه حل همیست که ما با منطق، با عقلانیت برنامه‌های خود هم در سطح ملی و هم منطقی و بین المللی حل کنیم. د نړیوال چارو کارپوه عیسی اسحق زی صاحب ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان.